بسم الله الرحمن الرحیم. این شیر کشف کردن روز یک شنبه سال 1404 در روستای کات. در زمان قدیم ما همینطوری شیر را چرخ میکردیم. روز 200 کیلو شیر چرخ میکردیم و در روستا تقریبا یک تن شیر بود. 5 دستگاه بودن، میگفتن دستگاه بهشون، هر دستگاهی 10 نفر 15 نفر با هم شیرار با هم میدادن و بعد از مدت اینطوری چرخ میکردیم. از این ورش از دوغ مریضه یعنی ماست و از این طرف هم سرشیر که به کره تبدیل میشه. اگه بخوای سرشیر بخوری که سرشیر، اگه بخوای کره هم بگیری که همون باز کرهش میگیره. دوغ هم داره، کره هم داره، آب خودش هم داره. در زمان قدیم در روستا شیرار به همین طور درست میکردن در 10-15 سال پیش.